پرتکرارترین شبهاتی که این روزا مطرح میشه، شبهات ذیل ولی فقیه. پرتکرارترین شعار حتی از شعار زن زندگی آزادی بیشتر تو فتنه 1401 شعار مرگ بر دیکتاتوری. طرف میاد میگه آقا این شخصی که الان ولی فقیه به چه دردی میخوره؟ چه کار کرده؟ کارآمدی ولایت فقیه. کوش کارآمدی ولایت فقیه؟ ما کجا چنین چیزی رو گفتیم؟ ما کی بررسی کردیم ببینیم اگر ولایت فقیه نبود ما الان کجا بودیم؟ تو هر زمینه که دست بذارید. اون روزی که آقا 2 سال پیش فرمودن ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه، همه تعجب کردن. آقا مباحث سیاسی رو به مباحث پزشکی قاطی نکنید دیگه، مردم رو گروی نگیرید. با آمریکا مشکل دارید، با انگلیس مشکل دارید، خب باشه برید دعوا کنید دیگه. به واکسن چه کار دارید؟ بچهای پزشکی تحقیق کردید کسانی که واکسن فایزر زدن 1/5 عقیم شدن؟ کسانی که واکسن فایزر زدن غالبا بعدش کرونا گرفتند؟ چه تعداد سرطان تو کسانی که واکسن فایزر زده بودن افزایش پیدا کرده؟ آقا سال 97 بود به نظرم فرمودن در طول سالهای گذشته در دولت‌های مختلف چند بار میخواستن از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول وام بگیرن، بنده نگذاشتم، جلوش رو گرفتم. دانشجوی اقتصاد رفتیم تحقیق کنیم ببینیم کشورهایی که وام گرفتند بعد از 2 سال چه بلایی سرشون آمد. رفتیم تحقیق کنیم گزارش گاردین رو بخونیم با عنوان کمک وارونه تمام کشورهایی که وام گرفتند بیشتر به صندوق بین‌المللی پول برگردوندند. هر 1 تومانی که گرفتن 24 برابر برگردوندن. رفتیم تحقیق کنیم ببینیم کشورهای آفریقایی رشد اقتصادیشون چجوری بود تا از صندوق بین‌المللی پول وام گرفتن، جی دی پیشون چجوری با سر خورد زمین. اصلا شما میدونید قسمت هسته‌ای نقش آقا چی بود؟ ورود ما تو بحث نانو به مباحث پزشکی نقش آقا چی بود؟ جریان موشکای ما چجوری پیشرفت پیدا کرد؟ نقش آقا چی بود؟ توی اسکله سازی نقش آقا چی بود؟ کی شرکت‌های دانش بنیان رو تقویت کرد؟ کی دستور ساخت ماهواره رو داد؟ اینقدر ما پوز میدیم تو بحث علمی توی دنیا جزء 50 کشور اول دنیا نبودیم، الان 15مین کشور دنیا هستیم. نمیدونم جزء 5 کشور اول منطقه نبودیم، الان اول منطقه هستیم. میدونید که معاونت علمی ریاست جمهوری با دستور رسمی آقا زده شده. شاعرها میرن میبینید میگن به گوی این شخص میرسن. موقعی که بحث کتاب چند سالی قلعه حیوانات رو طرف گفت آقا ما این قلعه حیوانات رو ترجمه کردیم، این نسبت اون 2 تا ترجمه دیگه این خوبی‌ها رو داره. آقا فرمودن من 4 تا ترجمه‌شو تا الان خوندم. ناشر نمیدونستی 4 تا ترجمه شده. کاش که آقا رهبر نمیشد. اگر آقا رهبر نمیشد الان به عنوان بزرگترین اندیشمند قرن هر روز تو یکی از این دانشگاه‌های بزرگ دنیا کرسی تدریس براش می‌ذاشتن. قدرت علمی آقا و جامعیت آقا پشت سر رهبریش پنهان شده. حاج قاسم شوخی نداره، میگه والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت بخیری رابطه قلبی به دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه شناخت شخصیت آقا و تبیین شخصیت آقا مهمترین مصداق جهاد تبیینه. ما کی